Okay, what happened? ما 5 روزه تو راهیم. 4 شب و خوابیدیم بدون آذوقه، بدون غذا، بدون آذوقه، بدون غذا، بدون آب، بدون امکانات، از رودخانه رد شدیم. همه بدنمون خیس شده، لباسامون خیس چندین بود، چون این دوره هم میچرخید. بعد به یه جایی رسیدیم، نشستیم برای استراحت که پلیسا اومدن دورمون رو گرفتن و یه سری از بچه‌ها رو خیلی زدن و همین دیگه. این وضعیت ماست و میخوایم که وضعیت رو پیگیری کنیم. هر چی زودتر ساماندهی بکنید، یا جواب بدید رد مرز نکنید، یا آقا مرزا رو کلا ببندید، ما تکلیفمون رو بدونیم، یا نیاین، یا اگه میایم دیگه این چه بدبختیه واسه ما درست میکنیم. اونایی هم که اومدن نمیتونن برگردن. یا کلا مرز رو ببندید، یا رسانه ها رو بالاخره بگید آقا جان نیان، یا وقتی که یه سری خبرها میدید امثال مثل ما زود باورا، یه سری مثل ما امثال ما زود باورا شنیدن که صربستان باز شده، پا میشیم میبینیم نه اصلا همچین چیزی نیستش. یا رسانه هاتون رو قوی بکنید، یا اینکه بالاخره یه جواب درستی بدید.